سلام. اگه پاتون به ترکیه باز شده و میخواین کارهای اداری یا مالی انجام بدین، جای درستی اومدین. توی این برنامه قرار خیلی سریع و راحت بهتون یاد بدم چطور شماره مالیاتی ترکیه رو بگیرید. خب، فکر کنین رسیدین ترکیه. میخواین یه حساب بانکی باز کنین یا شاید یه خونه اجاره کنین. میدونستین برای تقریباً همه این کارا اول از همه به یه چیز خیلی مهم احتیاج دارین؟ اون چیز کلیدی شماره شناسایی مالیاتی هست. حال جالبیش اینه که اصلاً فرقی نمیکنه شما اقامت ترکیه رو دارین یا نه. این شماره مثل کلید استارته. اولین قدم برای انجام هر کار مهمی تو ترکیه همینه. خب، پس بیاین یکم عمیق‌تر بشیم ببینیم این شماره دقیقاً چیه و چرا اینقدر مهمه. واقعا میشه گفت این شماره کلید شماست برای باز کردن قفل خیلی از کارها تو زندگی جدیدتون در ترکیه. ببینید، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. یک کد 10 رقمی ساده است که دولت ترکیه به همه خارجی‌ها میده. برای چی؟ برای اینکه بتونن خیلی راحت کارهای مالی و اداریشون رو راه بندازن. همینو بس. و اما خبر خوب، یه راه فوق‌العاده سریع و راحت برای گرفتن این شماره هست که کلاً آنلاینه. یعنی از تو خونه هم میتونین انجامش بدین. کل ماجرا شاید 5 دقیقه هم طول نکشه. باور میکنین؟ خب، بزن بریم ببینیم چطوریه. خب، اولین کاری که میکنین اینه که مرورگرتون رو باز کنین و برین به وبسایت رسمی اداره مالیات ترکیه. اسمش هست اینتراکتیو ورگی دایرسی و آدرسش هم اینه: ivd.gb.gov.tr. این آدرس رو یادتون باشه. روندش واقعاً مثل آب خوردنه. ببینید، اول وارد سایت میشین، بعد دنبال یه لینک میگردین که مربوط به خارجیاست، روش کلیک میکنین، یه فرم باز میشه که باید با دقت پرش کنین. بعدش یه عکس واضح از صفحه اول پاسپورتتون آپلود میکنین و تمام. آخر سرم دکمه تمام یا همون اوکی رو میزنین. و تبریک میگم، تموم شد. شماره شناسایی مالیاتی 10 رقمی شما هم همون لحظه روی صفحه جدید ظاهر میشه، معمولاً درست زیر اسمتون. میبینین چقدر راحت بود؟ اما خب میدونین که دنیای اینترنت و سایت‌های دولتی گاهی وقتا بازی در میارن. یعنی همیشه همه چی انقدر گل و بلبل نیست. حالا فرض کنین این روش آنلاین جواب نداد. اون وقت چی؟ یعنی شما همه اطلاعات رو درست وارد کردین، عکس پاسپورت رو هم آپلود کردین، ولی یهو با یه پیام خطا روبرو بشین. چی کار باید کرد؟ معمولاً یه پیام خطای خیلی رایج هست که همین رو میگه. این یعنی چی؟ یعنی سیستم نتونسته اطلاعاتی که شما وارد کردین رو با دیتابیس خودش چک کنه و تاییدش کنه. یه مشکل فنیه دیگه پیش میاد. ولی اصلاً و ابداً جای نگرانی نیست. چون یه نقشه جایگزین، یه پلن بی داریم که 100% جواب میده. اونم روش قدیمی و خوبه، حضوریه. بله، راه حلش ساده و تضمینیه. پس اگه با اون خطا مواجه شدین، نفس عمیق بکشین، چون اصلا آخر دنیا نیست و خیلی راحت حل میشه. خب، روش حضوری چطوریه؟ خیلی ساده. اول، نزدیکترین اداره مالیات یا به قول خودشون ورگی رایسی رو پیدا کنین. بعدش فقط کافیه اصل پاسپورتتون رو بردارین و برین اونجا. به کارمند مربوطه میگین که شماره مالیاتی میخواین و اون در عرض چند دقیقه کارتون رو راه میندازه. پس ببینین 2 تا گزینه رو میز دارین. روش آنلاین که از خونه انجام میشه و خیلی سریعه، ولی خب ریسک خطا هم داره. از اون طرف روش حضوری هست که باید از خونه بریم بیرون، ولی دیگه موفقیتش 100% تضمینیه. انتخاب با خودتونه. پس نتیجه گیری اینه، چه آنلاین امتحان کنین، چه حضوری برین، 2 تا راه خیلی ساده و سر راست برای گرفتن این شماره مالیاتی وجود داره. پس این مرحله اصلاً نباید شما رو نگران کنه. یه کار شدنی و راحته. خیلی خوب. حالا که این کار اداری مهم رو از سر راه برداشتین، دیگه وقتشه که به بقیه ماجراجوییتون تو ترکیه فکر کنین. قدم بعدی شما چیه؟ باز کردن حساب بانکی، اجاره خونه؟ هر چی که هست. امیدوارم موفق باشین.